سلام دوستان قند، موضوعهایی که امروز صحبت میکنیم از این قرارند. قاتل دخترچه 8 ساله حکم ابد گرفت. حکمی که بیشتر فعالان جامعه تاجیکستان درخواست میکردند. ایزد امان عفو نشد. او را 9 سال روانه زندان کردند. وکیل دفاعی او ناراضی است و شکایتی کاساسیونی برده است. برق تاجیک میگوید لیمیت جاری نشده است. پیوسته و در یک وقت و ساعت خاموش کردن برق را شرکت نه محدودیت بلکه آمادگی به زمستان مینامد. راهگیرا در دوشنبه رسما گران می شود. اکنون پیاده‌گردی یا دوچرخه سواری میکنیم. طالبان موسیقی را حرام میگویند و از زمزمه‌های بدون موسیقی که از آنها وصف میکند خوششان میآید. میر مفتون از دوشنبه به افغانستان برگشت. اکنون در وصف طالبان مدحیه میخواند. دهها مصوره یک رسام تاجیک را دزدیدند. نخود پول و زر و زیور دزدی از مد برآمده باشد یا دوستها فرهنگی شدند. اما اولتر از همه میخواهیم که این نوار را تا آخر ببینید و فکر و نظر و ارائه‌تان را بنویسید. فکر شما واقعا هم برای ما مهمند. با فانوس آبونه شدن را فراموش نکنید. تگمه پسندیدن و زنگوله را زیر کنید. آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. از همراهیتان خوشحالیم. رفتیم. دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایف را در کشتار رفیده اینایتوی 8 ساله مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرد. گدایف بر پایه 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 138 و 104 مجرم شناخته شد. رفیده اینایتوی همگی یک هفته پیش از زادروزش روز 4 ایون از نزد خانه‌شان ناپدید شد و روز دیگر جسد پاره شده او را از مبرز همسایه پیدا کردند. بعد یک روز حادثه همسایه و پدر دوگانه‌های رفیده رحمت الله گدایوی 31 ساله همچون گمانبر دستگیر کرده شد. این حادثه جامعه تاجیکستان را تکان داد. فعالان جامعه تاجیکستان خواستار سنگین شدن مجازات برای این گونه جنایت‌ها شدند. حتی پیشنهادهای هم در مورد جاری کردن حکم قتل برای آنهایی که به کودک آزاری دست میزنند صدا داد. حکم ابد برای قاتل رفیده را اکثر عادلانه میدانند. اما آیا تقدیر رحمت الله میتواند برای افراد مثل او درس باشد؟ سوال است که جوابش را کسی نمیداند. اما اینکه تقدیر ایزد امان برای آنهایی که شهروندی روسیه را دارند و آنجا فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی انجام می‌دهند حتما درس می‌شود جای بحث ندارد. اکنون آنها می‌فهمند که هر وقت امکان دارد مقامات روس شهروندیشان را بیکار و از کشور اخراجشان کنند. ایزد امان هم بعد آنکه شهروندیش در روسیه بیکار شد با اتهام قلابی در تاجیکستان بازداشت گردید. قاضی یا سودیه گپی عیبدار کننده دولتی را در زمین نگذاشت و 9 سال طلب کرده او را به ایزد امان داد. پیشتر حد زده می شد که ایزد امان بر پایه قانون عفو رها می شود چون به گفته نزدیکانش پول دعواگران را پرداخت کردند و هم ماده‌ای که ایزد امان بر پایه آن مجرم شناخته شد شامل قانون عفو شده است. وکیل مدافع سعید بحران شریپوف حکم زیرحمایه‌اش را غیر قانونی دانسته از بالای آن شکایت برده است. اما نتیجه این شکایت بر سود یا ضرر ایزد امان می شود وقت نشان می دهد. برق تاجیک با نشر یک اطلاعیه دعوا کرد در انتقال برق محدودیت جاری نشده است و خبرهای نشر شده رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این باره اساس ندارند. اگر همه روزه از ساعت 23 تا 6 صبح و از ساعت 8 تا 18 خاموش کردن نیروی برق آماده نمودن نظام انرژتیکی کشور به زمستان باشد که به ادعای برق تاجیک با آن بریدن شاخه‌های درختان و از دیگر مانعه‌ها آزاد نمودن خطای انتقال برق اینچنین گذرانیدن کارهای پروفیلاکتیکی در زیر ایستگاه‌های خرد و کلان و دیگر تجهیزات انتقال برق داخل می شود، پس محدودیت در جاری کردن انتقال برق یا لیمیت چه قاعده یا تعریفی دارد؟ Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. بهتر است که برق تاجیک لطف کرده فرقیت و تفاوت این دو را برای مردم شرح بدهد. این قسمت خبرشو در 50 کیلومتری شرق دوشنبه ثبت می شود. هر شب تقریبا در همین ساعت برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک دلیل این را آمادگی به کارهای زمستان می گوید. با تاکید شرکت برق تاجیک این آمادگی ها عبارتند از بریدن شاخه های درخت، برطرف کردن مانعه‌های دیگر در خطهای انتقال برق
اینچنین کارهای پروفیلاکتیکی در زیرایستگاه‌های کلان و خرد و دیگر تجهیزات‌های برقی میباشد. اما هیچ یک باشنده جماعتی که ما آنجا قرار داریم در این نیمه شب‌ها هیچ کارمندی تبربدستی برق تاجیک را ندیده است. منطقاً هم امکان ندارد که در این قسمت شب یا تا ساعت 6 صبح که کارهای آمادگی به زمستان به گفته برق تاجیک ادامه میکند دیگر شاخه های درختان بریده شوند یا دیگر مانع ها به قول برق تاجیک در خطای انتقال برق برطرف گردند. شاید کارهای پروفیلاکتیکی دیگر که برق تاجیک گفته است انجام داده می شوند، اما این کارها از چی عبارتند فقط برق تاجیک می داند. با همه کارمندان شرکت برق تاجیک توفیق می خواهیم، اما برای من و برای شما شب خوش. یک مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه به آن گمان بر می شود که پنهانی به خانه جوانزن 26 ساله ساکن پایتخت در آمده از آنجا 247 عدد رسمای به طریق دستی کشیده شده را دزدیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضرر رسانیده شده را $50,000 آمریکایی میگوید. اگر این را مسئله صنف 3 تصور کرده حساب کنیم، پس ارزش هر یک رسم $202.4 و با قرب امروزه آن یعنی 11.28 سامانی برای $1 2285 سامانی می شود. این پول اندک نیست. با چنین ارزش حجم آن رسم‌ها هم منطقاً میده نیستند. عجیب است که آن جوان 38 ساله 247 رسم را پنهانی چگونه برآورده باشد. از این خبر دو چیز برایم روشن شد. یکم، در کشور ما حالا هم با دلار مقرر کردن ارزش اشیا موجود بوده است. دوم، دزدان صنعت دوست یا صنعت دوست هم داشته ایم. از سوی دیگر در زیر این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که آن خوشبخت‌ترین رسام بوده است که عکس‌هایش را نخرند هم می‌دزدند، در حالی که تل عکس‌های بعضی رسامان را کسی حتی سراغ هم نمی‌کند. طالبان حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع، موسیقی را حرام ولی ترانه‌های ستایشی را حلال شمرد. گفته می‌شود اکنون بعضی هنرمندان و سرودخوانی بدون موسیقی شروع کردند که اساساً از ستایش طالبان عبارت است. یک راهبر دوران شوروی شعاری داشت که نان باشد سرود هم می شود، اما وابسته به وضع این شعار مقال را می شود تغییر داد. اگر طالبان باشد نه نان می شود و نه سرود. اما اگر بفرضیم که طالبان موسیقی را حلال هم حکم می کرد، گمان است که تا چند سال نزدیک به دل این مردم بیچاره سرود و موسیقی بگنجد. اما میر مفتون خواننده ترانه‌های مردمی که پس از سقوط اکثر ولایت افغانستان به دست طالبان به دوشنبه آمده و اینجا زندگی و کار میکرد به وطنش برگشته است. همکارانش گفتند او پشت خانواده‌اش که در منزلش مانده بودند زیغ شد و تصمیم گرفت برگردد. در پستگاه مرزی اشکاشمی ولایت بدخشان افغانستان او را نماینده‌های طالبان پیشواز گرفته تا خانه‌اش بردند. حالا معلوم نیست که میر مفتون هم مثل بعضی هنرمندان تارش را یک سو گذاشته بدون اسباب موسیقی در وصف طالبان مدیح میخواند یا دوباره تاجیکستان آمده اینجا به قول با تمام صنعتش خاله ازمزه را زمزمه میکند. خاله ازمزه رانای دختر به مزه ابو دختر تمام میبریم نانو تکی میپزه. خبرهای این هفته تمام. خوش روز و موفق باشید. تا خبر شوی دیگر خیر.